بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت دانش آموزان عزیز. قرار بود که بعد از اتمام مباحث درسی امسال براتون یک جدولی رو که تهیه کردیم توضیح بدیم تا یک مروری بر درساتون بشه و بهتون کمک بکنه با داشتن این جدول شما بتونید به راحتی مطالب کتاب به صورت مختصر و مفید یک جا جمع داشته باشید. ببینید ما الان توی این تصویر افرادی رو کشیدیم که روشون سمت ما نیست، برخلاف مثلا کتاب که تصویرهایی که میکشید خیلی رو در رو بودیم که باعث اشتباه میشد. اینا رو ما کشیدیم روشون اونوره، یعنی ما داریم در مورد اینا صحبت میکنیم. فعل، او انجام داد. هو فعل، ببینید ضمیر منفصلش من این گوشه سمت راست می‌نویسم. هو فعل، درست؟ پس او انجام داد. فعل چی؟ مثلا اینجا مثلا باید بنویسیم چی؟ این ضمیر متصلشه. مثلا اینجا هر کدوم از اینا رو شما دیگه چی خودتون اضافه بکنید. تکا، درست؟ تکالی فهو، درست؟ تکالی فهو. هو فعل تکالی فهو. ببینید هو ضمیر منفصله، فعل فعل ماضیشه، تکالی فهو اینم ضمیر چی است؟ ضمیر متصلشه. حالا هما فعل تکالیف هما. ببینید اینجا دیگه این من میچسبونم. ببینید بعضی وقتا ضمیر منفصل با ضمیر متصل چی است؟ یک شکله. تکالیف هما، این میچسبه، این میچسبه، این جداه. اول جمله میگه هما فعلا تکالیف هما، پس این باعث نشه اشتباه بشه بگه آقا اینجا چرا تکراری شده. این چسبناکه، چسبیده به قبل، اون نچسبیده. من مثلا بخوام اضافه بکنم مثلا باید اینجا یه دونه خطی مثلا میچسبونیم که آقا این به یه چیزی میچسبه. این ولی نه. الان ببینید اینا هم همینجوری، پس اینا مثلا باید یه خطی مثلا اینجوری بهش بزنیم. هو فعل تکالیف او، هما اون دو تا پسر، اینا چی هستن؟ مذکر هم هستن دیگه. ببینید آقا پسرن، اینا با اینا تصویری که کشیدیم دختر هستن. هو فعل تکالیف او انجام داد تکالیفشو. هما این دو تا پسر که الان روشون اونور ما داریم در موردش صحبت میکنیم. فعلا، ببینید فعلا تکالیف هما، پس ببینید هم ضمیر منفصلش هماه، هم ضمیر متصلش هماه، فعلش هم چیه؟ فعلاه. حالا هم فعلو تکالیف هم، اونها انجام دادن تکالیفشون رو. این هم باید یه ساکن اینجا شما بذارید، درست؟ خب هم فعلو تکالیف هم، که اینجا من حتی عددش هم نوشتم. این یه نفره، اینجا دو نفره، اینجا سه نفر و بیشتر از سه نفر. حالا ما سه تا جا داشتیم، سه تا کشیدیم. شما بگو 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، همه رو دیگه همینجوری انجام میدید، درست؟ من اینجا عددش هم نوشتم که این موقع فکر نکنید فقط سه نفره. خب بریم سراغ چی؟ صیغه بعدی، مؤنثش. اینا الان چی بودن؟ اینا همه رو بخوایم بنویسید، می‌نویسید چی؟ درست؟ سوم شخص، درست؟ هم این آقا پسرها سوم شخصن چون غایبن، همین دختر خانوما چی هستن؟ اینا هم سوم شخص هستن و غایب. سوم شخص. خیلی خب دیگه من غایب و مخاطب و اینا رو با همین که روشون اونور هست نشون دادم. اینا غایبن چون روشون اونوره، اگر رو در روی ما باشن میشن مخاطب. ببینید هیه فعلت مثلا چی؟ تکالیفها، او اون دختر، اینجا ضمیر منفصل ببینید با ضمیر متصل مختلف شده. هیه یعنی اون دختر، فعلت انجام داد در زمان گذشته، تکالیفها تکالیف خودش رو، که اینجا ها ضمیر متصله، هیه ضمیر منفصل. حالا دو نفر، دو تا دختر اگه بشن، هما فعلتا تکالیف هما، این دو تا دختر انجام دادن تکالیفشون. ببینید ضمیر متصل و منفصل مذکر با مؤنث، دو تا پسر باشن دو تا دختر باشن، ضمیراشون عین هم دیگه است. اینا رو وقتی یه جا میشه قشنگ میتونید با هم دیگه مقایسه کنن. ببینید مفرد مذکر واسه پسر چی میشه؟ هو میشه، واسه دختر هیه میشه. ضمیر متصل هو میشه، اینجا ها میشه. ضمیر متصل و منفصل ارزم بازو شما پسر
و دختر اینجا چی میشه؟ اینجا یک شکله. درست؟ اینا رو نباید خط بکشیم که فکر نکنید چسب نکنید. خب پس ضمیرهای متصل و منفصل الان اینجا ببینید دوتاش چی شده؟ یک شکل شده. هما باز دوباره تکالیف هما، تکالیف هما، ولی فعلاش فرق میکنه. همین توی درس قبل هم تذکر داریم. فعلا، فعلتا، که اینجا چون دختر هستن تا هم داره، فعلتا. خب حالا فعلو اینجا چی؟ فعل نه، علامت مؤنث فعلش دیگه نگاه کنید فرق میکنه. ولی چی؟ ضمیرهاشون چی؟ ضمیر هم واسه اولش واسه پسرا بود، اینجا هنه، پس ضمیرها کلا فرق میکنه. اونجا باز دوباره چسبناکش هم بود، اینجا باز دوباره چسبناکش چیه؟ هنه. درست؟ که میچسبه به چیز، مثلا چی؟ هنه فعلن تکالیفهن، اون گروه دخترها که باز دوباره 3 و 3 بیشتر انجام دادن تکالیفشون رو، که این هم باز سوم شخصه که غائبه. غائب ها تموم شد. پس ببینید اینا، حالا اینا دیگه خودتون میتونید اضافه بکنید، ما حالا دیگه جا نداشتیم زیاد اضافه کنیم. مثلا شما اینجا میتونید یه غائب بنویسید، یه غائب اینجا بنویسید. خب باز دوباره بیاید پایین یه غائب هم اینجا بنویسید. یا اصلا چیکار بکنید؟ یه کار دیگه، یه غائب دراز از این بالا شروع کنید بنویسید تا اینجا بنویسید غائب، به صورت مثلا عمودی بنویسیدش. خب بریم سراغ چی؟ حالا مخاطب ها. غائب ها تموم شد، یعنی اونایی که در موردش صحبت می‌کردیم تموم شد. الان رو در رو. رو در رو چندم شخص میشه؟ رو در رو دوم شخص میشه. اینا رو من تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه که آقا مخاطب من دوم شخصه. گفتیم یه مسئله داریم میگن الدرس و حرفون و تکرار و الف. درس یک کلمه است ولی تکرارش 1000 کلمه است، یعنی 1000 بار باید تکرار کنید تو کلتون بمونه. خب انت فعلت تکالیفک، تو انجام دادی تکالیفت رو، این کاف میچسبه به تکالیف. انت فعلت چی؟ تکالیفک. ببینید اینجوری میچسبه. تو این ضمیر منفصله، توی پسر، یعنی عکس پسره، یه نفرم هست. تو انجام دادی تکالیفت رو. حالا 2 تا پسر بشن، شما 2 تا انجام دادی، مخاطب منه، شما 2 تا انجام دادی تکالیفکما، انتما فعلتما تکالیفکما. ببینید این جدول داشته باشید، همه ضمیرها رو دارید، همه فعلها رو دارید، قشنگ مخاطب، مغایب، اینها رو یعنی غائب رو قشنگ متوجه میشید. انتم گروه پسرها، فعلتم تکالیفکم، شما انجام دادید آقا پسرها تکالیف خودتون رو، 3 نفر 3 نفر بیشتر، تموم شد. باز دوباره حالا چی؟ دختری که مخاطب باشه، ما اینا رو دیگه سعی کردیم یه جوری بکشیم دختر پسرش معلوم باشه دیگه، اگه خوب نشه دیگه ببخشید. انت فعلت تکالیفک، ببینید انت کسره داره، آقا پسر چجوری بود؟ انت بود، فتحه داشت. اینا قشنگ تفاوت‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنید. فعلت بود واسه پسر، درست؟ تو واسه پسر میگفتیم فعلت، اینجا واسه دختر میگیم فعلت، درست؟ کسره داره. پس اینا فرق هست. تکالیفک، تکالیفک، این فرق بین پسر و دختر. هر دوتاش هم چی هستن؟ دوم شخص و چی هستن؟ مخاطب هستن. باز دوباره شما میتونید اینجا چیکار بکنید؟ یه دونه مثلا مخاطب مثلا اینجوری بنویسید، بکشید بیارید تا این پایین که متوجه شد آقا این 2 تا ردیف چی هستن؟ مخاطب هستن. اینجوری اون بالا غائب هم میتونید همون 2 تا رو با هم دیگه بکشید بیارید. خب حالا انت فعلت تکالیفک، انتما فعلتما تکالیفکما. الان ببینید انتما مال پسر بود، انتما مال دختره. فعلتما مال پسر بود، فعلتما مال دختره. کما تکالیفکما که میچسبید به تکالیف، اینجا باز دوباره چی؟ تکالیفکما. پس الان توی 2 نفری که باهاشون داریم رو در رو صحبت میکنیم هیچ فرقی بین ضمیر متصل، ضمیر منفصل و فعلهاشون نیست، بینه مثل هم دیگه هستن. این حواستون باشه که اینا باعث میشه گول بخورید. مثلا یک گزینه ممکنه بده آقا این انتما فعلتما تکالیفکما برای کدام گزینه درست است؟ مثلا میگه 2 تا پسر
دو تا دختر، هیچ کدام هر دو گزینه. هر دو گزینه مثلا دو تا پسر و دو تا دختر بگی، مثلا میگه الف و ب. اینجا شما باید الف و ب رو بزنید که واسه هر دو تاش استفاده میشه. حواستون باشه. خب بالا داشتیم انتم، اینجا دیگه انتونه، پس دیگه ربطی به انتم نداره. انتم فعلتم تکالیفکم بود واسه پسرها، اینجا واسه دخترها میگیم انتن فعلتن تکالیفکن. ببینید همشون نون مشدد داره. انتن فعلتن. الان این تنه های این دوتا با هم دیگه شبیه هست، میخواین حفظ کنید. تکالیفکن اینجا هم چی هست؟ نون به قول معروف مشدد داره. حالا یکی از اساتید ما داشتیم شوخی میکرد، میگفتش که گروه زنا زورشون زیاده، نون مردا رو میگیرن. درست؟ نون الان اینا ببینید دو تا نون اضافی دارن، ولی مردها نون ندارن توی جمع هاشون. درست؟ انتمه. الان اون بالا هم ببینید فعلنا اینا نون دارن، ولی چی؟ ولی آقایون چی؟ بدون نون هستن، نون آقایون رو گرفتن. ببینید هن فعلنا همش نون داره. اینجا تو گروه زن وقتی جمع میشن پیش هم دیگه کسی حرفش نیست. انتن فعلتن کن، اینا همه چی؟ نون داره. خب اینم پس مشخص شد. ضمیر منفصل فعلش، ضمیر متصلش. انتن فعلتن تکالیفکن برای 3 نفر 3 نفر بیشتر. انشالله که قشنگ مشخص بشه. خب میپرسیم این الان چندم شخصه؟ گفتیم دوم شخصه. اینجا هم همون دوم شخص ادامه داره. درست؟ پس این دوم شخص شامل دخترها هم میشه. خب بریم سراغ متکلم. درست؟ متکلم وحده. فعلتو انا فعلتو تکالیفی، این میچسبه به تکالیف. انا فعلتو تکالیفی، من اینجا دیگه من تصویر نکشیدم. چرا؟ چون اگه تصویر میکشیدم یه پسر یه دختر میکشیدم شما فکر میکنید واسه 2 نفره، نه واسه 1 نفره. پس اینجا یک فرد هست که گفتم من هم شامل مذکر میشه هم شامل مؤنث میشه. اینجا فلش زدم. پس انا فعلتو تکالیفی یعنی من پسر یا من دختر فرق نمیکنه، انجام دادم تکالیفم رو. حالا نحنو فعلنا تکالیفنا، ما انجام دادیم تکالیفمون را. خب نحنو فعلنا تکالیفنا یعنی چی؟ یعنی اینجا نوشتم ما انجام دادیم تکالیفمون را. پس نحنو واسه جمع، اینجا نگاه کنید من نوشتم 2 و 3 و بیشتر از 3. اینجا نوشتم مذکر مؤنث، پس هم برای آقایون هم واسه دخترها هم واسه 2 نفر هم 3 نفر هم بیشتر از 3 نفر. باز دوباره تکرارش کردم که شما نگید آقا نکنین زیر 2 نفر نوشته چیه فقط توی 2 نفره. میگیم نه، هم زیر 3 نفر آوردیمش هم زیر 2 نفر. یعنی نحنو هم واسه 2 نفر استفاده میشه، چه پسر چه دختر. اینجا نوشتیم مذکر مؤنث. هم واسه چی؟ 3 نفر 3 نفر بیشتر استفاده میشه که چی؟ چه مذکر باشه چه مؤنث. که گفتم نوشتیم 2 نفر 3 نفر 3 نفر بیشتر مذکر یا مؤنث. دوباره هم تکرارش کردیم که شما اشتباه نکنیم که چی؟ نحنو فعلنا تکالیفنا، ما انجام دادیم تکالیفمون رو. اینم اون جدولی که بهتون وعده دادیم که مرورش کنید. این جدول رو سعی کنید، حالا منم کوچیکش میکنم که عرضم به حضور شما اگر میخواین قشنگ تو یک تصویر اینو داشته باشید، این ازش یک دونه به قول معروف چی میگن تصویر از صفحه یا همون اسکرین شات بتونید واسه خودتون بگیرید، مختصر مفید داشته باشید یک جا. ببینید الان این تقریبا من بیارمش داخل یک صفحه که شما میخواید قشنگ بزرگ تو یک تصویر داشته باشیدش، این رو بتونید راحت ازش تصویر بگیرید. خب این هم از درس عربی 7 که در خدمتتون بودیم. انشالله در جلسات بعد اگر توفیق داشته باشیم عربی رو ادامه میدیم و عربی کلاس 8 رو هم انشالله بهتون درس خواهیم داد و ببینیم دیگه استقبال چقدر هست. ما بیشتر میبینیم که دنبال کننده های کانال چقدر هستن. حالا بازدید زیاد هست، ولی اینکه افرادی دنبال بکنن مباحث رو ما دلگرم میشیم که این مباحث رو ادامه بدیم. انشالله سعی کنید اگر دوستان اینا ببینید عربیشون ضعیف هست معرفی بکنید که بیان با توضیحات کاملی که ما میدیم قشنگ روی عربی مسلط بشن و دیگه از عربی بعدشون نیاد. با این توضیحات الان ببینید یه جدول بهتون دادیم، کل کتابی که شما خوندید الان تو همین یه صفحه است.
با شکل هم قشنگ واسهتون شکل گذاری کردیم، خیلی راحت، مثل اینکه الان یک نقشه گنجی واسه شماست. همین یه سفر رو داشته باشید و شب امتحان روش کار بکنید، شاید بشه گفت 80% مطالب کتاب رو یاد گرفتید. فقط میمونه لغات که لغات حفظ کردنیه. لغات هم تا جایی که تونستیم بهتون رمز دادیم و به قول معروف رمزگذاری کردیم که بتونید لغات رو حفظ بکنید. خب خسته نباشید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. انشاءالله با بهترین نمره در امتحاناتتون موفق بشید و در امتحانات کنکور و رشته مناسبی که مناسب شأنتون هست و بهش علاقه دارید، انشاءالله توی کنکور و دانشگاه هم بتونید راه پیدا بکنید. خسته نباشید، موفق و شاد باشید.